7 راه ساده برای کاهش 50% درد زانو و کمر. اولیش اینه که هر صبح قبل اینکه از جات بلند شی 20 تکرار توی رخت خوابت این تمرین رو انجام بدی. دومیش اینه که موقعی که داری مسواک میزنی 20 الی 40 تکرار این تمرین رو بری. پاها رو یکی در میون از پشت جمع میکنی تا پاشنهات برسه به نزدیک باسنت. سومی، تا موقعی که چای صبحانت آماده بشه میتونی به کمک لبه کابینه 20 الی 40 تکرار شکم کوهنوردی رو انجام بدی. چهارمی، این که در طول روز موقع تماشای تلویزیون و کار با گوشی فقط 20 تکرار بلند شی و بشینی. پنجمی، در طول روز توی آشپزخونه که مشغول کار هستی به کمک لبه کابینت حرکت شنا رو انجام بدی. 20 الی 40 تکرار هم میتونی این حرکت رو انجام بدی. ششمی، دوباره شب موقع مسواک زدن سعی کن تعادلت رو روی یک پا حفظ بکنی. جهت رو عوض میکنی، سعی کن هر تعداد که تونستی روی تعادل هر دو طرفت کار بکنی. و هفتمی، شبا قبل خواب به کمک چند تا بالش مچ پاها رو چرخش بده. جهت عقرب وایساد و خلاف عقرب وایساد.